اولین باشگاه ورزشی جودو در تاجیکستان از قلب این کوهها برخاست. البته باشگاه این یکی از همون ستون اساسی برای جودو است. شادشوی همین زلی بستند پرزیدنت کشور ما پیشوای معظم ملت امام علی رحمان اشتراک کرد. جودو این خود یک صنعت است. حسی وطن دوستی و مهمانپروری را در ضمیر انسانیت رشد و رونق می‌دهد. ورزش واسطه است که آدم وطنخواه می‌کند. به ناحیه درواز تاجیکستان خوش آمدید. این دیار خوشمنظر را دروازه تاجیکستان نیز میگویند. درواز یکی از ناحیه‌های کوهپاره تاجیکستان میباشد که در بین مثال بگیم ولایت ختلون و ولایت مثال آنها بگیم که بدخشان کوهی یکی از مرکزهایی است که هر یک مهمان که نباشد او خارجی است، هر یک مهمان است که داخلی است جوی می‌تواند. از همین جهت مردم بسیار مهمان دوستار است. دروازه‌ای که مثال داخلی مثال مردم مثال بگیم بدخشان کوهی میشود و میرود یا که از وی طرف به این طرف یکی از دروازه‌های ما بگیم که خطا نمی‌کنیم که دروازه‌های مثال طرف و اون طرف می‌پیوندند. درواز یک گوشه تاجیکستانی بهشت آسای ماست. در غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان جایگیر می باشد. شرایط کوهی ناحیه بسیارتر است. مردم به کشاورزی و چارواداری مشغول هستند. از طرف غرب با ناحیه شمس‌الدین شاهین با ناحیه مومن آباد همسرحدی دارند. از طرف شمال با ناحیه سنگوار و از طرف شرق با ناحیه ونج سرحد ناحیه درواز طول میکشد. مردم اساساً مردم کشاورزند، با باغ و تاک پروری مشغولند. داستان‌های حماسی پهلوانی ناحیه درواز از دوره‌های پیش مشهور بودند. در درواز از قدیم همین خیل بود که پیشتر خیلی فقط دو بار گوشتین میشید. یکم می و هفتم نوامبر در مرکز ناحیه و البته مردم جمع میشدن اما که گوشتین بسیار خوب میگذشت. مردم از دوشنبه بودن اشتراک میدادن. هنه همین چیز بود و امروز فقط نوروز میشود. نوروز میگذشت برای 3 کس میزدی یک تا جامان میدادند. لیکن نوروزسالی در هر رفتنش 3 تا جامان میگرفته است. تمرین ویا فقط در ریگ بوده است. فقط در ریگ تمرین میکردند. دولت پهلوان گفتنی آدما گذشته بوده است دوره شهید الا درواز. اگر تخمین کنی از زمین بیرون از برآمدن بعد از دشته که ونگ طرف حرکت کنیم طرف دوشنبه در بین درون یک خرسنگ کلو است که اینا سنگ دولت پهلوان میگن. به معنای گفته دوستان پیش گفته این که همین دولت پهلوان یکی از پهلوانی پادشاهی دوره درواز بودن. همین سنگ بوده در بین درون بوده است و او را به نام عنوان دولت پهلوان سنگ دولت پهلوان میگن. حلوک اسکندری که در هر نوع ورزش‌های رزمی گوشتنگیری برملا استفاده می‌شود به نام یکی از پهلوانان نامی این ناحیه اسکندرشاه رحمت الله متعلق است. وی انا حلوک اسکندری میگه رحمت الله فضل که او خیلی زوده خلق درواز میباشد از قلعه خود. این اصول یکی از بندهای فاخر و معمول صنعت گوشتنگیری به شمار می رود. با این دلیل گوشتنگیری و پهلوانی در طینت نورسان و جوانان درواز رگ و ریشه دارد. تاریخ ما را گواهی داد که بابای ما پهلوان گذاشتند. ما همین چیزا دوام دادیم. گوشتنگیری در قلب ملت تاجیک است و بابا کلانهای ما از همین گوشتنگیری در خون ما که است
мо ҳамин чизро аз бобо ва бобокалонҳои худ дарк кардагӣ ҳастем ва мегуфтанд ки ҳамин гӯштингирӣ хусусияти мардонагӣ дорад ки ҳисси ватанпарвариру меҳандӯстиро дар одамизод дарк менамояд. гӯштини ҷудои минтақа низ дар ҳоли рушду тавсеа аст. Ташаккулу тавсеаи ҳунари размии ҷудо ба даврони соҳибистиқлолии мамлакат рост меояд. ба вижа замоне ки бошгоҳи варзишии ҷудо бо номи Вастан таъсис ёфт. پاک شده رفتیم پیشونی پسی سر پیشونی پسی سر در 28 سال استقلالیت چی از جهت اقتصادی چی از جهت مادی و معنوی به نهایت ما پیش رفتیم. من تنها یک چیز رو در ساحه ورزش قید کردنیم. در 10 سال اخیر با ابتکار جناب عالی و سیاست ورزش پرورانه و جوانمرد پرورانه جناب عالی در قلمرو ناحیه درواز بسیار انشاءات‌های زمانوی ساخته به استفاده داده شدند. از جمله کلوب ورزشی وستان. бо ҳидояту ғамхориҳои пешвои муаззами миллат ва ашхоси варзишдӯсти диёр аввалин инфрасохтор толори бошкӯҳи варзишии Вастан бунёдгузорӣ шуд ва дар маросими кушодашавии он асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ намуданд. пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон иштирок кард. вақте ки ҷаноби оли дар омад дар амувам мо аз ҷо хестем اومد رفت پیش همون میکروفون دا ایستاد گپی که سر کرد امی بود هم خیلی تماشا کرد گفت که شکر خدایی کنید که خداوند برای شما چنین انشاءات و چنین دیار عطا کرده است. با تشبث جناب عالی پیشوای ملت در ناحیه درواز اولین باشگاه وستان گشوده شد. این سال 2010 بود. مهمان فخری در اونجا رسول باقی بود و خورکشف محمد نبی اشتراک کردند. جایزه‌دار موضوع المپیک رسول باقی و پهلوان و اون کشور به جناب عالی پیشنهاد کردند و کیمانا پوشاندند. انا با تشبث جناب عالی محترم امامعلی رحمان ما صاحب یعنی خیلی زل زمانوی خوب شدیم که حاضرین برای ما بهترین چیزی است که ما آرزو می‌کردیم. 2010 اینجوری من طول 10 سال می‌شود که در همین تالار ورزشی تمرین می‌نمایم و در بسیار مسابقه‌های سطح ولایتی، جمهوریوی، بین‌المللی شرکت ورزیدیم و خیلی هم روحیه بلند ورزشی برای مردم ناحیه همین تالار بخشید. و یکمین مسابقه که ما در اونجا برگزار کردید این مسابقه یکمین وستان بود و از تمام جمهوری در اونجا اشتراک کردند و مسابقه در یک سطح بلند جمهوری گذشت. در این وقت استقلالیت این خیلی زلو حاضر بینید که 10 تا زلوی کشتینی جودو برآمده یوشو با میونه همراه با کلانو این کسی که نداره یک حواس میکند نیاد میکند که من همین یا خودم اگر یاش باشه یا پسرم کلان سالوش میگه یا پسرم که باشد با همین خیلی زلوی زیبا من میتوانم که پسرم رو یا که خیشم رو خیلی با مربی های خوبتی هم تیار میکنم. нуралӣ шарифов ки яке аз паҳлавонони шинохтаи диёр аст ва унвони устоди дараҷаи байналмилалиро дар ду риштаи варзиш ҷудо ва самбо дар корнома дорад дар бунёди ин толори варзишии муосир ва бошгоҳи варзишии гӯштини ҷудои вастан саҳм гузошт.
نورعلی شریفov از سامبول در شهر مینسک بلاروسیا چمپیونات جهان دوم جای گرفت کرد و بازی‌های جوانان که در دنیپرتروگراس در اوکراین گرفت سازوار جای سوم شد. نامزد استاد ورزش درجه بین‌الملل رو در همون جای شروع کرد. همین باعث سبب شد که همین اویله همین پهلوان و پهلوان دوستان که همین تالار ورزشی وطن رو در شهر دوشنبه در ناحیه درواز در رایون وند همین کشان زیاده از 700-800 نفر در جمهوری تاجیکستان در کلوب‌های ورزشی وطن تمرین و مشق ورزی کردند. اما اولین باری که شدن استاد محتم رجبov اشتراک کرد و 2 سال تعلیم داد همین شاگرداشا. در همین 2 سال تعلیم دادگیش همین شاگرداش لکه گفتن که اینا تیارن برای اشتراک در مسابقه جمهوری و بیرون جمهوری. لکه تیارن. ما هم خیلی تصمیم گرفتیم که باید هر ورزشگر سحر مشق میکند یا که بگاه باید با پیش از مشق پگاه روزی مشقای ضرورت که پگاه روزی با هم گذارانه. تصور کنید که ساعت 6 تا 7 همه جمع شدن خرد و کلان دو بسته مثل کار میره مثل ساعت 8 درس میره تاکیز درس میره همه 40-45 دقیقه در همینجا درس میگذاروندیم در حقیقتی دویده بالا میرویدیم با میفرمودیم بعد مشقای جسمانی و مشقای مغزی که در بالای ورزشگاه میشد در بیرون اگر مثل با دوای خوب بشید در وقت تابستان و بهار در بیرون میگذاروندیم در میدانچه و باقیمانده و مشقی که مثل اگر هوا نمیشید دویده پس آمدن در درون تالار. 1 سال همراه استاد کار کردیم. استاد پس بازگشتن به شهر دوشنبه و کار رو ما دوام دادیم و راستش گویم تا دوره به استفاده داده شدن کلوب ورزشی وطن هم موفقیت ها بودن، نه که اونقدر چشم رس نبودن، نظر رس نبودن. کلوب ورزشی وطن یک تکان جدی در انکشاف ورزش که گشتین زیودا داد. واروسی پاسپورت میگن تنها طریق کشیش خطی ها ما همین به چی میکنیم که این همین کنیم همین در عمل نشون میکنیم یا کنیم با برابر کش میکنیم همینجا میکشیم همین باشیم همه کوا خطی حریفت با حرفی خود میکنیم یعنی میکشیم و کوا میبریم کوشش نگیم که همین امان باید خود میتانی نکشیم ببینید همین خیلی کشیدم خطا یعنی که من چکرش نکشم باز بار دیگه اینجا خطی دادیم من حریفا بوده سام شده حریفا من ایرش کج میکنیم ایرش کج میکنیم اینجا میرم دیگه همه لازم باید جور آمد باید پاچان آمد باید پاچان کشیشی عادی ایستادگیم همین یک که کشیدیم همینجا کشیدیم اما استاد ورزشگر انا قدیدی نگاه کنیم بچه کنیم در یک هفته ما 2 روزهای چهارشنبه و شنبه تمرینمون رو در همین هوای تازه در شرایط کوهسار میگذرونیم که این روحیه ورزشگر رو خیلی بلند میگردونه. مشق‌های تالار از کوه هم فرقیت دارد که در کوه بسیارتر از نگاه فیزیکی در کوه باد و هوا مثال فیزیک بسیارتر کار میکنی. البته برای ورزشگر پیش از همه هوای صاف، هوای تازه در کار.
برای که راه نفس کشی باید هوا تازه باشه و خوشبختانه انمی چیزیست که نعمت خداوندی است که امروز عطای مردم بدخشان و مردم درواز کرده است که امروز همه همین شرایط درواز برای ورزشگر بسیار موافق است. یعنی که مثال روزی که ورزشگر общий физическая подготовка ما میگفتن یک روز هم خیلی بود دویدن هر طرف همین چیز بسیار موافق میاد که بالای این کوه خطی برای همین چیز باید استفاده برای این بسیار موافق است برای و او که است او بسیار آبی صاف تازه است. لحظه های تمرین خودمون رو 10 سال مقدم به حاضر علاقمندی میکنیم. ما میرفتیم در لب دریا در ساحل ریگ مشق میکردیم. از همه شرایط ها برای نسل نورس که هست فکر میکنم که پیشروی خیلی هم نظر از بچه‌ش میرسه. деҳаи Йогет дар ноҳияи Дарвоз як гӯшаи дигаре аз Тоҷикистони зебоманзар ки дар давраҳои пешин бо паҳлавонони номияш шӯҳрат дошт. деҳаи Йогет яке аз деҳаҳое ки агар хато накардам бисёр паҳлавононро ба воя расонд. масалан Саноифо, Амирсултон Наботов аз яке аз номардорони ҳамин деҳаанд ки дар ҷумҳурӣ ва берун аз ҷумҳурӣ нишондиҳандаҳои баланд доранд ва агар хато накунам муаллим Амирсултон Наботов дар шаҳри Кобул ҳам чемпион шуда ки дар солҳои пеш бо дастаи қачини Тоҷикистон рафта ки ва соҳиби медал шуда. ин як ифтихор аст аз ҳамин ноҳияи дурдаст ва натиҷаҳои баланди варзишӣ ноил шуда. дар ин ҷо ҳам толори варзишӣ бо шукӯҳи вастан ифтитоҳ шуд ва дар он садҳо наврасу ҷавон ба машғулиятҳои пайвастаи варзишӣ фаро гирифта шуданд. деҳаи моро аз аввал аз солҳои пеш аз паҳлавонош мешинохтанд. як толоре доштем ки клуби кӯна буд. мо дар он ҷо бачаҳо ҷамъ мешуданд машқ мекарданд. рӯзе набуд ки девор он ҷо нағапад. ана бо ташаббуси ҷаноб ёлӣ толори моро баъд соли 2017 барои мо сохта доданд. як бошгоҳи дигар дар деҳаи Йогет кушода шуд. бозам ҳамн толораш толори вастан аст ва дар он ҷо ҳам бисёр кӯдакон шавқу ҳавас доранд ва дар оянда ман орзу дорам ки аз ҳамин диёри дурдасти ҷумҳурии Тоҷикистон натиҷаҳои баланд нишонам. از همه جمع پا میکردن چی میرد پا میکرد با این جمعیه زینا رو خم میکنی میبردوری میکنی رفتی با منه خیلی زل حاضر دارم جمهوری قریب که کم است برای بسیار بهترین تالاری خوب است. تالار ما 3 تا گروه تمرین میکنند. 2 تا گروهش وابسته به من هستند. یک تاش کلانسالان هستند، یک تاش جوانان هستند. 3 بار در همین مسابقه های ولایتی رفتن، سزاوار جای نمایان شدند بچه‌های کلان. انا بچه‌های مایدان باز بسیار شوق حواس بسیار دارند که ان شاء الله از اونا باوری است که باز نقصر برآمد میکنند در مسابقه ها اشتراک میکنند. برای تمرین بود هوای تازه و با ما چی با بگی که ما در ریگ ما با بیای ما مشق تمرین میکردن. این برای ما باز ما یک چی میشه که ما میبریم ما شاگردار در اونجا و میفهمونیم که انا ببینید که در نمی خیلی وضعیت نمی خیلی شرایط ها چه مهنت میکردن تمرین میکردن. در یک باز قینتر اجرا کردن این چی ها اصول ها چون که اونجا کار در ریگ میدراید. برای همین میبریم که همین کار قین باشه که در وقتی در بالای گلیم گرفتن برای آسان‌تر رفتن.
هم تالار ورزشی وستان در مرکز ناحیه ونج. این مجمع باشکوه سال 2013 با اشتراک پیشوای معظم ملت مورد بهره برداری قرار گرفت. فعلا صدها نورس و جوان ناحیه با تمرین‌های همه‌روزه ورزشی مشغولند. وقتی که کلوب مرکزی وستان را یعنی پیشوای معظم ملت کشادند، ما در این ناحیه ونج خیلی تالار ورزشی نبود. وقتی که ما دیدیم بسیار خرسند شدیم و با پیشوای معظم ملت وعده دادیم که ما ورزشگران ناحیه کوشش می‌نماییم که در عرصه بین‌المللی نام ناحیه و نام وطن عزیزمان را بلند می‌برداریم. دائما خیلی تالارهای ورزشی که خودش ساختن به مانند وستان و با دولت تالارهای ورزشی بسیاری که به شرافت مثال صلح و وحدتی که در جمهوری تاجیکستان است و شرافت پیشوای ملت که همین خیلی غمخواری میکنن نسبت جوانان و نورسان تمام جمهوری، این خیلی تالارهای برهوا که برن تمرین کنن و مثال مشق کنن و آینده آبروی ملت ما را بلند بردارن در مسابقه های بین المللی جهانی. در ناحیه ونج سیوم باشگاه وستان فعالیت میکند و از جهت تعمیر و تجهیزات های تکنیکی که ضرور بودند دسترس شدند و طول با کودکان و نورسان و جوانان و کلانسالان مشق رفته ایستاده است و در آینده میخوان که به نتیجه بلند ورزشی نائل شوند. در تالار ورزشی وستان که ما تمرین میکنیم، این با دستور و سپارش های پیشوای معظم ملت ساخته شد و به استفاده دادند. بهترین شرایط های نقض را در این تالار برای ورزشگران ناحیه آماده ساختند. اولی که همین تالار ورزشی وستان شدن، من در اینجا سرمربی کار کردم. بعد مدت 1.5 سال 2 سال تمرین دادم در اینجا. بعد مسابقه هایی که از طرف کلوب وستان گذرانده میشد ما اشتراک میکردیم. تالارهای حاضر شرایط خوب دارند. مثال تالارهای ما پیشتر همه شرایط را نداشتند. این تالارهای حاضر با تمام همون اسبابایی که برای ورزش تعلق دارند همش هست. بر هوا، کلان خشرو، بزه همه شرایطش مهیا شدگی. بسیار یعنی یک تالار زمانوی است. با فکر من بسیار نقش‌های بزرگ در ساحه ورزش می‌بازند که در تالار ورزشی وستان چندین جوانان از سن 6-7 سالگی به ورزش مشغول می‌شوند. من با باوری گفته می‌توانم که اگر که همین خیلی کلوب‌ها زیادتر شوند، ورزشگران هم شوق میکنند و با ورزش و در مسابقه‌های چی ناحیوی، چی ولایتی و چی جمهوریوی بسیارتر اشتراک می‌نمایند و هم نام ناحیه، ولایت و جمهوری عزیزمان را در سطح بین‌المللی بلند می‌بردارند. باشگاه وستان از اولین‌های بود که در بخش ورزشی جودو تأسیس یافت و نه تنها در جلب دعوت نورسان و جوانان به ورزش کمر همت بست، بلکه در برگزار نمودن مسابقه‌های سطح بین‌المللی نیز موفق شد. Он великолепный турнир проводил, Нурали Шарифов. Я много видел соревнований, но эти соревнования, наверное, в моей жизни были одни из лучших. То есть тут все было продумано очень здорово. То есть на высоком международном уровне он приглашал хороших судей со всего мира. То есть было очень качественное, объективное судейство. Приглашал, я помню, и японцы приезжали, он приглашал различных спортсменов, ведущих из разных стран. То есть это был очень интересный турнир. مسابقه اول بین المللی که در شهر دوشنبه گذراندیم تحت روبری باشگاه کلوب وستان و ما را دعوت کردن، گفتم که ما میخوایم با یک سطح جهانی گذراندن مسابقه در جمهوری تاجیکستان. من راضی شدم و گفتم چه طلباتایی که شما به ما میکنید ما تیار هستیم و اون اجرا میکنیم از جهت تکنیکی و از جهت داوران. و اولا ما راضی شدن که 10 تا داور از بیرون از جمهوری دعوت کنیم که مسابقه همچون یک سطح بین المللی گیرد
و دوم ما میخواستم که ما باید ورزشکاران از دیگر دولت ها دعوت کنیم، از دولت ها مثلا از ژاپن، از گرجستان، از روسیه، از دیگر دولت ها و روزی شده ما 10 دولت جهان دعوت کردیم. مسابقه به درجه بلندی ورزشی و تمام نزوکیاش گذرانده شد و کمیسیه که از طرف فدراسیون بین المللی آمده بود در مدت 3 سال و باهای بلند دادن و گفتن شما میتوانید اگر مسابقه بین المللی از طرف فدراسیون بین المللی جهانی پیشنهاد کنید و ما میخوایم که همین مسابقه سطح بین المللی گیرد. اگر در تاجیکستان هم خیلی چنین مسابقه را گذرانند، این خیلی برای ورزشگران ما خیلی اهمیت کلان، فایده کلان برای که ما نمیتونیم در همه مسابقه رفته پهلوانان اشتراک کنیم. واستان همه شرایطش برای ورزشکار جهانی تیار کردن هست. از اولین شده در بین دختران نتیجه را به دست آوردند. این در شهر تویر بود. کوبک اروپا شکرانه قرچی و سزاوار جای دوم شد. البته این یکی از دستاوردهای بلند بود در بین بانوان. نخستین مسابقه که من در آن اشتراک کردم سال 2013 هم در شهر تویر فدراسیون روسیه بود و در آنجا من سزاوار جای 7م گشتم و باز در بسیار مسابقه ها اشتراک کردم و سال 2015 هم در مسابقه باز همین شهر تویر فدراسیون روسیه که کوبک اروپا برگزار می‌گردید در آنجا من سزاوار جای 2م گشتم و این خیلی جایزه خوب بود برای من چون که نخستین مدال من بود و توانستم که سزاوار جایهای نمایان گردم و اینچنین در مسابقه دومین بازی‌های اوراسیایی که در شهر الماتای جمهوری قزاقستان برگزار گردید از عمود گشتین سامبو و از عمود گشتین جودو سزاوار جایهای 3م گشتم. هر یک ورزشکار آرزو دارد که به قله‌های بلند ورزشی نائل گردد و من هم آرزو دارم که در آینده به قله‌های ورزشی بلندترین ورزشی نائل گردم و کوشش به خرج می‌دهم که این آرزوی خودم را عملی کنم. هدف اساسی کلوب ورزشی وستان هدف ما همه معرفی کردن تاجیکستان و قداسات ملی، پرچم ملی در چمپیونات جهان و المپیاد است که بیرق هم تاجیکستان رو در مسابقات جهانی بلند برداریم. در زمان معاصر باشگاه‌های ورزشی در تشکل و توسعه ورزش نقش بارز دارد، بخصوص برای آماده کردن ورزشکارانی که در سطح جهانی و المپی شأن و شرف کشورمان را بلند می‌بردارند. باشگاه ورزشی وستان از روزهای اول تأسیسیابی فعالیت خود را در حاشیه سیاست ورزش پرورانه پیشوای معظم ملت راه اندازی کرده، امروز نیز برای ذوق و مهارت و توانایی‌های جوانان در روحیه اخلاقی جودو دست به کار است.